و اینکه خانواده ها اون موقع روی درس بچه ها، روی مدرسه رفتن و دانشگاه رفتن بچه هاشون خیلی مصر بودن که این کار باید انجام بشه و توی فامیل یه آبروریزی بود اگه تو درس نمیخوندی، دانشگاه قبول نمیشدی و اصلا خانواده مثلا اون موقع نمیتونه سرشو بالا بگیره که مثلا بچه من دیپلم گرفته یا بچه من درس نخونده. خیلی سخت بود، یعنی اصلا یه چیز وحشتناکی بود. خیلی خانواده ها اصلا تو فامیل آبروشون میرفت، مثلا میگفتن آقا مثلا بچه مثلا تو درس نخونده، بچه من مثلا درس خونده، بچه من دیپلم گرفته، بچه من لیسانس گرفته، بچه من نمیدونم فلان شده. خب این فشارهای وحشتناک باعث یه سری از مشکلات روحی روانی تمام هم نسلای من شد و اینکه با ترس و لرز درس خوندن، لیسانس گرفتن و فقط اینا به خاطر آبرو بود. یعنی آبروی یه خانواده به فرزندان اون خانواده خیلی ربط داشت که درس خونده باشه، دختر پاکی باشه، پسر پاکی باشه یا زود ازدواج کنه. مثلا اصلا اون زمان من کسی درس نمیخون، اصلا اون خانواده باید سرشو مینداخت پایین با شرمندگی فراوون که مثلا مال بچه من. الان اونطوری نیست. الان حالا یا درس میخونه یا درس نمیخونه، میره دنبال علاقه هاش، میره دنبال کارهایی که دوست داره، میره دنبال چیزهایی که دوست داره. واسه همین اون موقع اصلا سختی‌های این دهه 60 یه جور وحشتناکی بود که اصلا یه حب بزرگی بود دیگه. خانواده‌ها خیلی بعد یه سری از خانواده‌ها رو من میدیدم بچه‌هاشون رو بد می‌زدن بابت این قضیه. یعنی پدرها یا مادرها کتک می‌زدن بچه‌هاشون که باید درس بخونی، باید دانشگاه بری، باید لیسانس بگیری، باید فوق لیسانس بگیری، اگه نگیری. بعد پدر مادرها یکی از چیزاشون این نبود که مثلا حالا تو درس بخونی بری دانشگاه دنبال شغل خوب بگردی.